سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمام عزیزان. خدا کنه که خوب و جور و صحتمند باشید هر جایی که هستید. مدتی هسته که از مجازی دور هستم و دوست داشتم این ویدئویی که حالی میبینید دوست داشتم خیلی زودتر براتون بانم، ولی خب به خاطر مشکلات اینترنت و به خاطر محدودیت هایی که هست واقعا خیلی سخته ویدیو انداختن در اینترنت. نمیدانم باورتان میشه یا نه، چندین بار قصد کردم که یک استوری بانم در اینستاگرام، ولی حتی یک استوری یک دقیقه را 2 ساعت منتظر ماندم. آخر که دیدم آپلود نشد، در نهایت کنسل کردم و امیدوارم که بتونم این ویدیویی که براتون ضبط میکنم بانم براتون در یوتیوب. بر صورت از کل گپ ها که بگذاریم بچه ها، چند روز پیش بود که من وقتی که تیک تاک باز کردم دیدم که خیلی یک موجی در تیک تاک راه افتاده که متاسفانه اشتباه هست و کج فهمی هست. گپ هایی که شده، ویدیوهایی که شده، نمیفهمم، مخصوصا شعر آخر. قصد دارم در این ویدیو کمی چه قسم بگم، کمی شفافتر توضیح بدم درباره دلیل رفتن، چرا من در این نتیجه رسیدم و چه اتفاقاتی افتاد که من در این نتیجه رسیدم. قبل از هر چیزی بچه درباره شعر آخر که قد معروف شد، خدا یارتان کسانی که ویدیو جور کردش تا جایی که من دیدم لایک کردم، ولی خب متاسفانه اشتباه بود. هیچ کدام نیت تو هیچ کدام قصدی پشت او شعر نبود. کسانی که در استریم بودید با خبر هستید، من کلا 3 دانه شعر یاد دارم و او شعر یکی از شعرهای مورد علاقه من بود که یکی از این دوستان درخواست کرد در استریم آخر در چت، همون زمانی که من داشتم چت میخوندم، نوشت شعر آخر بخون بعد از او خداحافظی کن، که من این کامنت دیدم و این شعر در یادم آمد و هیچ گونه قصد و غرض و نیتی پشت این شعر نبود و واقعا او چهره من اگر کمی غمگین بود به خاطر این بود که من شب قبلش تا ساعت 4 صبح بیدار بودم، کمی آمادگی پیش از سفر می گرفتم و کمی کارم داشتم حقیقتش و روزم که صبح بیدار شدم یک کمی قیافه مظلومانه داشتم و او شعری که خواندم واقعا یک کمی احساساتی هم شده بودم از خاطر که قرار بود که استریم آخر باشه و امیدوارم که باشه و به خاطر او بود که یک کمی با احساس بیش از حد خواندم شعره و واقعا میگم بچه ها حقیقت هیچ کدام گپ و سخن، هیچ کدام نیتی پشت شعر نبود. کسانی که نام مثلا دوستای ما رو میگیرید، خدایی هیچ وقتی هیچ گپی نبوده بین ما، فقط خواهر و برادری بوده، فقط دوست بودیم و برای همیشه به عنوان یک دوست احترام مرا داره. کسانی که فرق نمیکنه چه دختر چه پسر، کسانی که در این دوره با ما بودن، کمک کردن به هر نحوی که تانستن در رشد کانال در خودم و واقعا شعر آخر از قلب میگم هیچ گپی هیچ سخنی پشتش نبود، هیچ نیتی پشتش نبود. و از او که بگذاریم دلیل خداحافظی بچه راستش براتون بگم، من شاید نتونسته باشم در او استریم آخر صحیح توضیح بدم، به خاطر این بود که همونطور که گفتم کمی بخواب بودم و کمی احساساتی شدم و نتونستم که صحیح گپ زده. دلیل اصلی بچه یک دلیل نبود، دلیلی بود که در طول زمان مشکلات خرد و کلان پیش آمد و واقعا در یک جای رسید که خسته شدم. احساس میکردم که دارم یک کار بیهوده رو میکنم و واقعا برای زندگی خود نیاز بود که یک تصمیم جدی بگیرم. من نمیدانم که در چند سال آینده من از این تصمیمی که گرفتم آیا پشیمان میشم یا آیا پشیمان نمیشم، ولی خب تصمیمی بود که گرفتم و تا جایی که باشه پای تصمیم خود ایستاد میشم.
و دیگه چی بود؟ و یک دلیل بزرگتر از یکی از دلایل بزرگی که در خداحافظی من از استریم فکر کنم داره چارش خلاص میکنه. یک دلیل دیگه هم که به خداحافظی من سرانجامید این بود که واقعا کمی احساس میکردم که مشکلات روانی داشت، یعنی تاثیر کرده بود، تاثیر بد، و احساس میکردم که وقتش هسته که از دنیای گیم خداحافظی کنم و هیچ گونه دلیلی نمیفهم عشق عاشقی پشتش نبود. همونطور که گفتم واقعا ما اصلا در یک چشم دیگه بودیم. نمیفهم شما چرا. من میخواستم خدا راستی خیلی زودتر استوری بانم، ولی خب در اینترنت ایران خودتون خبرید که یک استوری در اینستاگرام ماندن چقدر مشکله. و من بعد از تلاش من این ویدیو رو نمیفهم چند دقیقه بشه سرانجام قصد دارم که در یوتیوب پرتون و امیدوارم که موفق شم. از کل این چیزایی که بگذاریم یک نکته دیگه هم بود که میخواستم براتون بگم. این دیوانه شده این چیزیم که ازش فیلم میگیرم. فکر میکنم که دیگه چیزی یادم نیامد. دلیل خداحافظی بود، شعر آخر بود و بچه متاسفانه بازم میگم موجی که راه افتاد. خدا یار تمام دوستانی که ویدیو ماندن و خیلی خیلی دوستان دم ایمیل کردن. من اگر که جوابتون داده نتونستم بخشش باشه، چون واقعا مصروف بودم و دوست داشتم در چند روزی که در مسافرت باشم از کل چیز دوست داشتم دور باشم، دوست نداشتم درباره هیچ چیزی فکر کنم. و بعد از 4 سال فکر میکنم گیم زدن نیاز داشتم به یک مسافرت و به یک مسافرت که خود آرام بسازم. و این بود دلیل من. امیدوارم که سوالی پیش نیامده باشه، سوالی نمونده باشه. بازم کوشش میکنم که کامنت ها رو جواب بدم، چون که بیکاریم. اگر کدام سوالی داشتید، کدام گپ و سخنی بود، حتما در بخش کامنت نوشته کنید، با هم اونجا گپ میزنیم دیگه. جانم هستید، تشکر از کلتون. بازم رضای بلو گیمینگ هستم. 2 هفته شد لایو نیستیم، شاید که مرا اصلا یادتون رفته باشه، ولی خب جانم هستید دیگه. تشکر بسیار زیاد از تمام عزیزانی که لطف داشتن. دمو دایرکت های خیلی زیادی گرفتیم، ایمیل های خیلی زیادی گرفتیم. کجا میره می دوربین خدا و راستی دیگه. جانم هستید، تشکر. تا که جای خراب جای چیز نرفته خداحافظی کنیم دیگه. جانم هستید، تشکر ازتان. تشکر. خدا نگهدار و خدا حافظتان.